السلام علیکم حاجی حضرت، اگر پول داشته باشی ادای حج ضرور است یا همان پول رو به کمبغل ها تقسیم کنی؟ نه، این وقتی انسان صاحب دولت می شود به ذمه او فرض می شود که رفته حج کند. اگر وی پول حج در کمبغل ها تقسیم کرد وی در نزد خدا برای نرفتن حج گناهکار می شود. وی باید که حج رود. بسیار از آدمای دولتداری که خدا را شکر امروز صاحب پول حج شدند باید که حج رفته، این هم یکی از رکن اسلام به شمار می رود، رفته حج کنند. بعد آمدن از حج مرحمت دفعه دوم نروند، دفعه سوم نروند. اگر همو پولی که در دستشان هست اگر کم بغل ها و فقیرها و مسکین را تقسیم کنند، انا این حالت دا ثواب میگیرند. لیکن یک بار در عمرش به ذمه هر یک شخصی به دولت حج کردن فرض است. خب حاجی داملای محترم، من به شما سوال دارم. اولین خانه خب و مکه مکرمه کی ساخته شده است؟ مکه مکرمه البته که خانه کعبه در نظر دارد. مکه مکرمه مکه شهر است. خانه کعبه در زمان آدم علیه السلام بودند. در زمان آدم علیه، اگر چندی که بینای خانه کعبه را ابراهیم خلیل علیه السلام بیناش کرد، همین بینایی که حاضر هست همین بینای حضرت ابراهیم خلیل است. اما در زمان آدم علیه السلام بود خانه کعبه که حضرت آدم علیه السلام از سرندیب همو جزیره سرندیب قسمت پایان هندوستان ده است، مثلا شریلانکا میگن، همون قبرش هم در هموجه است. از هموجه پیاده آمده خانه کعبه را طواف میکرد، طاعت عبادت میکرد و بازگشته میرفت. در زمانی آدم علیه السلام بودن که خداوند جل جلاله در قرآن خودش ایره صراحتا آشکارا گفته است که استعذ بالله ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا، در مو بالای پرده کعبه هم نوشتگی است خانه کعبه. اولین خانه که بنا شده است خانه کعبه است. ببکة، بکه به معنای مکه هست، مبارکا بسیار جای بابرکات است. هدی للناس، اون چی است؟ خانه هست که هدایتگری مردم است. اولین خانه همون خانه هست، در زمان آدم علیه السلام بود. بعد نوح علیه السلام وقتی که دنیا همه تیعو که مون، طوفان نوح علیه السلام شد. طوفان نوح همه ادیان جهان میدونن، همه در دین یهودیت نصرانیت همه ایره میدونن، همه به اتفاق هستن. اما فقط قوم نوح یک قسمت زمین زیر آب ماندگی است، همه کلن زمین زیر آب ماندگی نیست. اگرچند بعضی کتاب ها در بعضی تاریخ ها میگه که همه زمین زیر آب ماند، این قول صحیح نیست، چون که همه جا زیر آب ماندگی نیست. خب بعداً خانه کعبه هر یک پارچه و هر یک کلوخ و هر یک گردش که در هر جای اطراف اکناف زمین قرار گرفت، در هموجه حتما بعضی معرخ ها گفتگیان که مسجد بنا می شود. در هر کجا که مسجد بنا هست یک گرد از سنگ یا کلوخ خانه کعبه در هموجه جا گرفتگی است. حتما مسجد ها بنا شدن. حضرت ابراهیم علیه السلام بناش کرد. بعداً تا زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایستاد، یک مراتب سوخت خانه کعبه، یک مراتب دیگه سیل جارو گفتگی سیل عظیمی اومد شوش بردش. اگر چند باران برف در اوجه نیست، بارانگری هم گاه میشد، اما یک بارانگریش چند ساله بدگیش قضاییش میبره. یک سال گذشتگیش در ما هم بدیم همین قدر باران بارید که مثل زانو باری در کوچه های مدینه هم خیلی آب باران میرود. او به مثل ما و شمار مثلا زمین های ما خاک نیست یا چقدر نیست که بکشه برش، زمین سخت کرسه که دیگه آب همه به بالای رفتن میره، شوشته بردش. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیش از تولد پیغمبر خواستن که بنا را از سر نو مستحکم کنن. بنا خراب شدگی بود. هر بار که به نزد بنا می آمدن یگان کس دیلاور نمیشد، امیت قدرت نداشت که
او را یک خیش از جوش بیجا کنه. سالهای سال مصلحت میکردن، همه رئیسای شهر، همه کارگرها میگرفتن اسبابو را میومدن در گرد اطرافشون، هیچ کس غیرت نمیکرد که یک خشتی را از جا بیجا کنه. تا زمانی که یک موسفید پیر نامش از خاطرم برآمد، او آمد در دستش یک به مثل همین زاغنولی حاضره واری باشه. بعد گفت که ای خدایا، گفت ما ایرا میکنیم از سر مقصد ما بینا کردن، مستحکم کردن و آباد کردن این است، مقصد ما بدی نیست. من ایرا میکنم اگر به شرطی که به همین کندن نیت نیک موقعی که جزا بودی، جزای همه مردم فقط مرا تنها بودی. گفته او زد به همون زاغنول قطعی خشت خونه کبر چپا کردن که گرفت. وقتی دیدن هیچ یگون بلا و بتر به سرش که نیامد، بعد دیگرها هم کندن، اثر بیناش کردن. طرح ریزی که همون پای دیواری که حضرت ابراهیم و اسماعیل یک جا ساختگی بودن، در زیر همون سنگه ها در پوست گوسفند نقشه همون را، پروژه همون را، طرح ریزی همون را حضرت ابراهیم کشیدگی بود و تاب دادگی در درون سنگ ماندگی بود. زمانی که یک و یک همه سنگ ها را جدا کردن، همون مساحتی که خانه کعبه بود، وقتی که یک چوب قفس سخت در او بین دختن خواستن که سنگ بیجا کنن، با مجرد همون سنگ جنباندن همه شهر مکه لرزید. دیون بار جنباندن باز گفتن که انا که بیستین که این همون طرح ریزی همون پای دیواری که حضرت ابراهیم علیه السلام گذاشتگی است. بعدا از بالای همون بنا کردن که همین بنا پیش از اسلام در جاهلیت بنا حاضر هم است. چند سال از این بین گذشت، او را فقط بینای خانه کعبه فقط از مهنت دستی همون آدمانی بود که آبیله کف دست کردن، از اجر پولی همون قطع خانه کعبه را بنا کردن. پول شکاکی و شبهه در اوج راه داده نبود، نشیده بود. برای همین پول کمی کرد. حتیم گفتگی در اینجا صورتش نیست. خب حتیم اونا از پشت خانه کعبه یک به مثل نعل اسواری گردک از دیوالی 1 متر واری باشه پهم، خانه همون هم از خانه کعبه حساب است. وقتی که بنا کردن، پولی همون حلال نرسان که او را در دوامی بنا کنن. بعد همین قدر بنا کردن، اوجا شما گفتن که بعد دست ما رسید میکنیمش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مراتب در پیش حضرت عایشه صدیقه مادر من گفت که اگر خداوند جل جلاله به سال آینده را مرا زنده بداره، زنده بمانم، حتیم در خانه کعبه می چسبانم، دیوارش میکنم. وقتی که سخن رسول الله گفت، پیغمبر از دنیا گذشت، به سال آینده نرسید، به معجزه قطعی میفهمید. بعدا حضرت ابوبکر صدیق هم منافقا سر برآوردگی بودن، به سرگردانی اونها بود. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 4 هیچ کس به این کار نرسید. بعدا یکی از صحابگان از عایشه صدیقه این حدیث شنید، او بیناش کرد. گفت که من همون مقصدی که رسول الله کردگی بود امروز بجا میرم. بینا کرد، حتیم در خانه چسبان. حجاج ظالم بدبخت پیدا شد. وقتی که این 6 ماه راهبریت کرد که ایره در کاسه طعامش زهر انداختن، کشتن ایره. بعدا خودش راهبر شد، خلیفه همون مملکت ها شد. گفت که ایره وقتی که کرده است بنو میو تا قیامت میمانه، گفته بگیرین چپا کنین. که خانه کعبه را از سر در زمان حجاج گرفتن چپا کردن. همون طریقی که پیش از اسلام بود با هم طریق گذاشتنش، نخواست که نامی و صحابه بمانه. بعدا حجاج مرد، این بدبختی هم از دنیا گذشته شد. باز خواستن دیگرها که بینا کنن به مثل که خواستگی پیغمبر باشه، که علمای حرمین فتوا برآوردن که از همون روز ساعت تا قیامت یگان پادشاه دنیا به خانه کعبه کاردار نشود. فتوا تا قیامت شد هیچ کس کاردار نشود. همین سنگ عادی و خشت عادی همین خیلی ایستد، نه کسی زیادش کنه نه کمش کنه نه زینت شده. همین فتوای علمای حرمین تا امروز هست که همه عمارت ها 100 کرات از خانه کعبه بلند زیبا هستند، اما خانه کعبه به همون سادگی خودش ایستادگی است. همون طریقی که پیش از اسلام بود حاضرا به همون طریق ایستادگی است. حجر الاسود در مو کنجی اون همون طرف میتوه، این می کنجی که از همین طرفی ما از همین طرف میتوه.
در همونجا 1 متر باری همه قماندگی هست که در همونجا حاجی ها او را زیارت میکنن. یعنی اولین خانه ای که در دنیا بنا شد خانه کعبه است.